کسانی که ترازوی اعمالشان ثقیل شدن و ثقیل ترین چیز در ترازوی میزان انسان مؤمن عقیده توحید است. لا اله الا الله. لا اله الا الله با همون مفهومه که لا نیست اله هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله بغیر ذات یکتا. یا رب عبدك ببابك. عقیده اسلامی انسان از بدبختی دنیا و آخرت نجات میده، سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه. کسانی که عقیده توحید اسلامی درست دارند در زندگی با شخصیت عالی توحیدی زندگی میکنن، سر خود فقط به بارگاه خالق متعال پایین میکنن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که او بسیار با عظمت است. سبحان، سر خدا به زمین میگذاره و میگم سبحان ربی، پاک است رب من الاعلا که دارای مقام بسیار عالی هست. پس عقیده توحید اسلامی سبب از این میشه که انسان در زندگی خود از بدبختی ها نجات پیدا میکنه. ما یک مضمونی داریم به نام روانشناسی اسلامی. در روانشناسی اسلامی وقتی انسان معتقد و انسان بی عقیده را با هم مقایسه میکنن، انسانی که عقیده دارن اگر عقیده شما 10% است، آرامش روانی شما 10% است و اگر عقیده 50% است، آرامش روانی 50% است و اگر عقیده 100% است، آرامش روانی هم 100% به شکل موازی به پیش میره. به این خاطر است که انسان هایی که عقیده توحید درست دارند الله برشان آرامش روانی بسیار خوبی نصیب میکنه و در زندگی دنیا همیشه سعادتمندانه زندگی میکنه. اگر الله برش نعمت را داد، رحمت الله دانسته، از اون نعمت با شکر و سپاس استفاده میکنه و اگر از نعمت منع میشه و برش داده نمیشه، این انسان مؤمن یکتا پرست منع یا ندادن یا به دست آوردن نعمت از نعمتها را حکمت از حکمتهای خالق خود میدانه. از این خاطر همیشه به قضا و قدر الهی قناعتش حاصل است، تسلیم است و راضی هست و امی قناعت اساس و ریشه سعادت دنیا هست. در آخرت هم روز قیامت یوم الدین میگن، روز کسانی که اونا دیندار هستند. روز آخرت است. روز آخرت روز دین است، روز ایمان است، روز توحید است، روزی است که یکتا پرستا در اونجا با عزت زندگی میکنه. القارعة ما القارعة و ما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. کسانی که ترازوی اعمالشان ثقیل شدن و ثقیل ترین چیز در ترازوی میزان انسان مؤمن عقیده توحید است. لا اله الا الله. لا اله الا الله با همون مفهومه که لا نیست اله هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله بغیر ذات یکتا. بناءً یکی از دلایل اهمیت عقیده توحید و دانستن از او
امی هست که انسان که عقیده توحید میفهمه بر از او دو سعادت حاصل میشه، سعادت دنیا و سعادت آخرت. یعنی کسی که خالق متعال با عظمتش میشناسه، اگه سعادت دنیا و آخرت نصیب ازی میشه، ولی سعادت دنیا را و سعادت آخرت در رضایت خالق خود احساس میکنه. حتی مؤمنین آخرین و بزرگترین نعمت الله در روز قیامت چی هست که نصیب از ما میشه؟ وقتی برشان تمام نعمتهای دنیا داده میشه، خالق متعال بر از اینا میگه که یک نعمت بزرگی که اون نصیب شما میشه در جنت الهی و هی است که خالق متعال به شکل که به ذات و عظمت و جلال از او شایسته هست، لیس کمثله شیء، تشبیه نمیکنیم با دیدن مخلوقات، باز اونجا هستن که انسان ها او خالق متعال خدا در روز قیامت میبینن. وجوه یومئذ ناظره، وجوه یومئذ ناظره، روحایی هستند که در روز قیامت ندرت و زیبایی و شادابی نصیب از اونها میشه. الی ربها ناظره، به طرف خالق یکتای خود نظر میکنن. این است اهمیت و ارزش عقیده توحید که الله نصیب مؤمنان موحدین یکتا پرست میکردن. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال.